مدعیان دروغین محبت و پیروی از اهل بیت میگویند مشرکین مکه بت‌ها را خدا می‌دانستند و ما اهل بیت را نمی‌پرستیم. جناب حجت الاسلام الله یاری مدعی است که مشرکین مکه بت‌ها را خدا می‌دانستند. دوستان عزیز، اما این که کفار قریش از بت‌ها می‌خواستند، بله اونها بت پرست بودند، اونها بت را خدا می‌دانستند، پیش بت سجده می‌کردند، پیش بت سجده می‌کردند، از بت حاجت می‌خواستند، پیش برای بت نظر می‌آوردند، می‌آمد پیش بت جارو می‌کرد، پیش بت نظر می‌آورد، پیش بت سجده می‌کردند، رکوع می‌کردند، از بت را مثلا آرایش می‌دادند. بعد از اون این بت پرست بودن اینها. ما اهل بیت را نمی‌پرستیم. اما قرآن کریم در سوره زمر از زبان مشرکین می‌فرماید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ما این بت‌ها را نمی‌پرستیم مگر اینکه ما را به الله نزدیک کنند. پس آنها بت‌ها را خدا نمی‌دانستند، بلکه شفیع می‌دانستند که برای آنها می‌توانند شفاعت کنند. همین منطقی که امروز بعضی‌ها دارند که ما پیش خدا آبرو نداریم، پس فلان شخصی که قرنها پیش از دنیا رفته برای ما نزد خدا شفاعت کند و ما را به خدا نزدیک گرداند. همین منطق مشرکین مکه هم بود. پس این تلبیس و مغلطه است که مشرکین مکه بت‌ها را خدا می‌دانستند و ما اهل بیت را نمی‌پرستیم. پرستش که تنها سجده کردن نیست. همین که شما اهل بیت یا هر کس دیگری را مشکل گشا بدانید و از آنها روزی و عزت و فرزند و کمک بخواهید، خودش پرستش و عبادت غیر الله است که الله متعال از آن نهی فرموده است.